34 ولایت داره. از مردماش مزار شریف. مزار شریف. ها؟ کدام افغان دوست داری؟ نه نیست. هیچ. در دانشگاه میخونن اما باید سن سال همه کلانه. خواه که کلانه دیگه کار نداری ها؟ نه با. سلامت باشی. مرحمت. این باران که باشه نورگل نه هوا قدر سرد نمی باشه وقتی باران سرد میشه ایت خنک میشه شمالک سرد میشه ایت شمالک سرد است دیگه هیچ دانم شون نمیخوره. چی گفته رنگی؟ دوستا مگریانا را گشتیم بریم به طرف بازار مهرگان ولی رفتن اونجا راهش دور است. باید اول یک تاکسی بگیریم. دوستا با ما باشین بریم به خیر بازار مهرگان. تو هم جاوید شدی. نفر داره بازار مهرگان. برو بالا شد. اکی ها؟ بازار مهرگان میریم. چند میرین؟ ها؟ کیلومتر خطی. کیلومتر. کیلومتر. برو بشین. دوستا بعد از سفر کوتاه مدت البته رسیدیم دیگه در بازار مهرگان و کلمه روسی همونجا نشست مهرگان. ابدا قصیده؟ ما دوستان بریم در بازار مهرگان ببینیم که چه چیزا هست، آیا کدام چیزی گرفته میتونیم اما حال جان یا نمیتونیم. با ما باشین، ما میریم داخل. بریم. چیزی نخوره داخل نمیره دیگه. باحال چی میخوری؟ اینجا دو چیز داره، یکی خدا داره یکی هم شورما. من خدا میگیرم، تو چی؟ تو خدا میگیری، من شورما میگیرم. تو شورما میگیری، من خدا. بلد خدا یا شورما؟ خدا. خدا یا خداست، امو چی را میگن؟ اینم یک رقم ما فلافل که میگم در بین تو نونای رود واری است، در بین از او که میمونن و مرد یا خدا میگن. شورما را میفهمی دیگه که از گوشت کافی؟ خب کافی داره نورگل دیگه میخوری؟ نه کافی نمیخوریم. خب نه از اون نه از اون نمیخوریم. نه پپسی دارم او ارسیکولا دارم. خب نه درباره افغانستان معلومات داری؟
میشناسی مردم افغانستانه؟ تو دوست رفیق هم از افغانستان داری؟ نه نداری؟ خب ایج افغانا میان نان چیزا میگیرن اسمشه؟ زیاد افغانا چی رقم مردم هستن؟ خوبه مغزم نه من یعنی خوب مردم هستن. افغانستان کدام وقت رفتی؟ نه ایش نرفتی؟ دوست نداری که بری؟ نه چرا؟ چرا دوست نداری که بری؟ نه دوست دارم لیکن هم اویلم هم در میجای افغانستان چی نبرم من خب شما تو سفر نمیکنید که به سیاحت جایی برین؟ نه خب غیر از تاجیکستان دیگه کجا رفتی کجا دیدی؟ هیچ نمیاد تاجیکستان بودی تا میاره هیچ بیرون جای سفر نکردی؟ در داخل خود بازار چی بود؟ مهرگان. خیلی جای خوبی است که تمام چیزی که ضرورت داری فقط زیر یک سقف میتونی بخری. از قصابی شروع نان خشک، یعنی تمام چیزی که ضرورت داشته باشی فقط از یک دروازه داره. بگی بارکو برو خلاص. ابای سلام. خوبین سلامتین جان شما جور بخیر هستین؟ سلامت باشین نغزین. زنده باشی. از افغانستان آمدین؟ شما خوب هستین؟ چه تنها کار میکنین؟ دخترت هم کار میکنه؟ یار از نانبوی میاره؟ خب اینه دیگه کس میاره؟ خداشان میارن نانبایا میارن بازی شما مفروشین؟ خوبه. از افغانستان چیزی میدونین؟ هیچ نرفتین؟ نه خوب جای است افغانستان هم خوب جای خوب باشن همه دنیا خوب باشن سلامت باشین. جیب امانی باشه الهی آمین 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 بخیر باشین. خانم‌های بزرگسال از یک کس زیادتر می‌شوند. خدا خوب دعا میکنن که سلام. این راستش که تمامش این طرفش رود است، این سنش نان خشک. ناناشون خدا رو شکر که ناناشون مثل افغانستان وای است. نانای رود شالم هم رقمه. خب یعنی کلچه دیگهش خیلی چقدر شیرین باشه. لطیف میگه سلو برو اگر کم تیست میدهی. گل ما برتی امروز میوه میخرم. چی میخری؟ میوه. نه؟ باش در کوچه میوه که رسیدیم باز بخر. صحیح. جای خوبی بود. ایجا مساله خوبشه. اکا سلام. خوبین سلامتین جان شما جوره تنجین سلامتین. مساله میفروشین؟ مساله این میبری خوراکای دیگ باز کشمش خوب است. کشمش هم چه چیزا دارین؟ زیره خوب است، مرچ سیاه خوبش است، زردچوبه خوبش است. نه بان بگه زیره را از کجا میاری؟ زیره هست، زیره ما است. زیره تاجیکستان. از افغانستان چه دارین؟ افغانستان هم زیره. زیره بس دیگه چیز ندارین؟ افغانستان میبیا ایل میبیا. ایل؟ این ازی. چطور از باز قیمتا بالا رفته پایین؟ نه خیلی اندک بالا رفته گیه. بالا چرا؟ نمی هیلو گوازدیکو میخک. از افغانستان چیزی میدارین؟ چی مثلا؟ چیز خبر دارین از افغانستان؟ کدام دفعه رفتین اونجا که مردمش سر خوردین رفیق افغانستانی دارین؟ رفیق افغانستان دارین؟ خب چی رقم مردم هستن مردم افغانستان؟ بهترین برادرین خودتان بهترین هستین. ما شما برادر هستین. سلامت باشین مرحمت به شما بخیر باشین. یا برنج و این چیزا